توی زندگی واقعی هم همینجوری بوده؟ الان مثلا یه بخشی از زندگی واقعی دیگه، ما یه حسام شیک تر و تمیز کت شلوار پوشه همیشه این گونه دیدیم دیگه. نه ببینید در زندگی واقعی، ببینید اون چیزی که جلوی دوربینه با اون چیزی که شاید آدم تو خونه زندگی بکنه فرق میکنه. ولی خب خیلی هم میان میگن ما در خانواده حالا چیزی غیر مرفهی بزرگ شدیم، ولی من در خانواده مرفهی بزرگ شدم. پدرم قاضی دادگستری بود و بعدش هم وکیل دادگستری بود و زندگی خوبی داشتم، فراز و نشیب زیاد داشتم. تصور کردم حسام نواب صفوی زیر شلواری هم میپوشه؟ چرا نمیپوشه؟ با یه مدت میپوشیدم. همه فکر میکنن که من همین آدمی که الان جلوی شما نشستم، بعد میبینن نه آقا این زیر شلواری پیژامه میپوشه. ممکنه حالا چیزام بکنه. چرا؟ منم آدمم. همه بازیگرا، همه هنرپیشه‌ها، همه سلبریتی‌ها زندگی معمولی دارن. خودت این گونه نشون ندادی؟ تو اصلا خواستی همیشه تو رو شیک و خیلی جنتلمن و اتو کشیده و تو خط کشی ببینن دیگه. نه بعضن تو نقشایی که بازی کردم این بوده، ولی تو خیلی نقشا خودمو شکستم. اصلا من اینو به عنوان ولی اگه لازمی الان یه پیژامه بپوشم من مشکلی ندارم. سکانس‌های منتخب در صفحه حاشیه 24 قرار گرفت. ببینید و لذت ببرید.